فیلیپین باز چند حوزه آوازدهی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. در پی حمله نوبتی 8 کارمند پلیس زخم برداشت. طور خبر داده می شوند سلاح به دستان در منطقه های داتو اونسای و شریف اگواکی مضافاتی مگینداناو جانب کارمندان پلیس که در حوزه های رایدهی برای نگاه داشتن ترتیبات قرار داشتند آتش شدند. بنا به گفت شاهدان حملگران چند نارنجک دستی را نیز پرتاب نموده از جای حادثه فرار نمودند. چند پیش در پی حمله مشابه در شهری بولوان 3 مامور پلیس به هلاکت رسیده بود. در قسم جنوبی تایلند آبخیزی شدید به عمل آمد. بر اثر آفت طبیعی 1 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر ضرر دیدند. در پی آبخیزی چند بنای استقامتی و مأموری، راه و پل‌های نقلیات گذر ویران و ولنگار شدند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تایلند، آفت طبیعی به بیش از 350 عائله در ولایت‌های چومپخون، سوراتان، ناکخون خسارات زیاد وارد کرد. در منطقه‌های از آفت طبیعی ضرر دیده کارهای برقرارسازی ادامه دارد. در قسم شمال و شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر حمله مسلحانه 10 نفر هلاک و زخمی شدند. بنا به اطلاع رسیده گروه سلاح به دستان به مضافات ایتوری حمله کرده 50 غیر نظامی را به هلاکت رسانده، چند کسی دیگر را با خود بردند. طی روزهای اخیر وضعیت در قسم شرقی مملکت نهایت مرکب گردیده است. از آخر ماه اپریل سال 2021 مقامات کشور در مضافات کیوی شمالی و ایتوری وضعیت حربی جاری نموده علیه گروه‌های مسلح عملیات نظامی راه اندازی می‌نمایند. در گایتی از جانب اشخاص نامعلوم 8 شهروند خارجی که تابع دولت ترکیه گفته میشوند ربوده شدند. حادثه در منطقه کروات بک مملکت صادر شده است. یادآور میشویم که هفته قبلی نیز در پایتخت مملکت شهر پورتو پرنس مشاور سفیر دولت دومینیکن ربوده شده آزاد کرده شد. نظامیان عراق در جریان یک عملیات ویژه در مضافات نینوا 3 جنگجوی عضو گروه افراطی را به قتل رسانیدند. غیر از این در جریان عملیات 3 سرکرده محلی نیز بازداشت گردید. عملیات ضد تروریستی در منطقه‌های کوهی راه اندازی کرده شد. در یک ماه اخیر نیروهای امنیتی عراق علیه گروه‌های جنگجو چند عملیات را به راه مانده، ضمن آن 10 سلاح به دست را محو نمودند. سال گذشته زیاده از 3000 مهاجر در راه به سوی اروپا در بحر به هلاکت رسیدند یا بی نام و نشان گشتند. در مقایسه با سال 2020 این رقم 2 برابر بیشتر است. معلومات مذکور در گزارش نمایندگان سازمان ملل متحد درج گردیده است. در گزارش آمده است که از سال 2020 این جانب بنابر سبب محدودیت‌های شدید وابسته به کرونا ویروس و بسته بودن سرحدها 10000 مهاجران به گروه‌های قاچاقبر مراجعت نمودند. سازمان ملل متحد به حکومتداران دولت‌های جهان مراجعت کرده درخواست نمودند که راه‌های بخطری انتقال مهاجران را به کشورهای اروپا پیدا کنند. همزمان درخواست کرده شد که برای حفظ مهاجران 150 میلیون یورو جدا کرده شود. ناظران نزد ساحلی یونان در قسم شمال و غربی شهر کوسی جزیره اگه 106 مهاجر غیر قانونی را پیدا کرده برای مشخص کردن شخصیتشان همه آنها را به مرکز موقتی نگهداری مهاجران تحویل دادند. در میان آنها زنان و کودکان نیز بوده. عین حال همه مهاجران مورد تشخیص طبیبان قرار دارند. همزمان خبر داده می شود که چند نفر مهاجر در روخت بدرگشتگان قرار داشته جستجوی آنها ادامه دارد. هنوز شخصیت مهاجران معلوم کرده نشده است. معمولا توسط یونان مهاجران از دولت‌های شرق نزدیک، آسیا و آفریقا به دیگر کشورهای اروپا وارد می شود. دوام چند ماه اخیر وارد شوی مهاجران به جزیره‌های یونان کاهش یافته است. در شتات ویرجینیای غربی ایالات متحده آمریکا بارشات از حد زیاد باران آبخیزی شدید را به میان آورد. آب دریاها بلند شده به منطقه‌های اهالینشین مجرا گرفت. در نتیجه ساکنان در اتومبیل و منزل‌های خود درمانده در حالت ناگوار قرار گرفتند. کارمندان مرکز هواسنجی چند مرتبه آگاه کردند که به قسم زیاد ساکنان شتات مذکور خطر جدی تهدید می‌کند. از ساکنان درخواست کرده شد که هنگام به عمل آمدن خطر برای فوراً به جای امن پناه بردن آماده باشند. مصوره هنرمند مشهور جهان مرلین مونرو که به رسام اندی وارخول تعلق دارد با مبلغ رکوردی $195 میلیون فروخته شد. همین طریق این گران ارزشترین صنعت آمریکایی شد که تا حال در مزایده با چنین نرخ یگان مصوره فروخته نشده بود.
мусаввараи мазкурро ки дар он Мерлин Монро бо ранги мӯи зард дар заминаи фирӯзии равшан тасвир ёфтааст, рассом Ворхол соли 1964 офарида буд. Дар оғоз таъсисдиҳандагон тахмин карда буданд ки эҳтимол мусаввара бо арзиши $200 миллион ба фурӯш равад. барои ба даст овардани акси ҳунарманд 4 нафар рақобат карданд. ғолиби музояда намоянда аз Лос-Анҷелес гардид. асосгузори ширкати Microsoft Билл Гейтс иброз намуд ки ба коронавирус сироят ёфтааст. ба қавли ӯ ташхиси тиббӣ нишонаҳои вируси COVID-19-ро дар баданаш ошкор кардааст. Билл Гейтс изҳор медорад ки то комилан шифо ёфтанаш дар инзиво қарор гирифта аз робитаи наздик бо ҳама худдорӣ мекунад. сарватманди амрикоӣ иброз намуд ки тамоми марҳилаи ваксинагирӣ бар зидди вируси COVID-19-ро гузаштааст. Билл Гейтс хазинаи Gates Foundation-ро таъсис дода иброз медорад ки тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад то ки ҷаҳон дигар бо чунин пандемия гирифтор нашавад.